يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسریهای بلند خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.